در نهایت اگه قاعدتا نه T8 نه T9 نه رم TRX راضیتون میکنه برای پرواز کردن، این آپشن هم دارید. از سازندش خواهش کردیم که یه توضیحاتی بهمون بده درباره ماشین. با سلام، من محمد رضا کشاورزی هستم. حدود 13-14 سال توی رشته کویرنوردی فعالیت داشتیم. بعد از یه مدتی علاقه پیدا کردم به ساخت ماشینی که مخصوص این کار هست. یه نمونه اولیه با یه انجین 4 سیلندر ساختم، موتور زانتیا، و نتیجه چون رضایت بخش بود ورژن بعدیمون رو اومدم ارتقا دادم با یه موتور 8 سیلندر از خانواده تویوتا. مدل موتور وان یو آر هست، ورژن FSE. اون رو ستاپ کردیم با گیربکس ZF آلمان که روی یه سری از مدل‌های بنز نصب شده. موتور 385 است، قدرت و 500 نیوتن گشتاور داره. کل ماشین سیستم تعلیق، کمک فنرها همه ساخت خودمون و طراحی خودمون هستش. لذت گازیدن به یه همچین ماشینی با همچین موتوری با این وزن با ایمنی کامل واقعا بس نشدنیه.